که هر کسی که کلمه میخونه که لا اله الا الله و محمد رسول الله، او اگر زنده هم است در حراست ذات عزت متعال است، اگر به او دنیا هم میره و مقدور باشه و منظور خداوند باشد، برای ذکر جانهای ما و شما همه ما مسلمان هستیم، عاریت بیش چیزی نیست. و اگر این با درجه شهادت نصیب آدم شود که آدم از خاک به افلاک به این درجه عروج بکند، برای دادن چنین عاریت هر مسلمان در گام اول و قدم نخست حاضر و آماده است و ذکر افتخار بزرگ پیدا نمید. اگر این مرگ زیر لحاف هم وجود دارد، مرگ در روی ضربی هم وجود دارد، مرگ در بینگی و بی غیرتی هم وجود